ویدیو امروز یه پرونده جنایی نیست. در واقع میخوام عملیات نجات 13 نفر از یک غار توی تایلند رو براتون تعریف کنم. سلام، من عطیه‌ام و اینجا عطیه میگه، جایی که براتون پرونده های واقعی و عجیب رو تعریف میکنم. توی ویدیو امروز میخوایم بریم سراغ عملیات نجات غار تاملانگ. یک روز شنبه معمولیه و پسرتون سر تمرین فوتباله. هرچی میگذره به خونه بر نمیگرده. تقریبا شب شده. شما با بقیه پدر مادر تماس میگیرید، اما میفهمید که بچهای اونا هم برنگشتن خونه. بعد از پرسجوها میفهمید که تولد یکی از بچه‌ها بوده و رسمه که کسی که تولدشه برو روی دیوار غار اسمش رو بنویسه. پس شما با چند تا دیگه از والدین توی تاریکی شب و زیر بارون میرید و به دم در ورودی غار میرسید. کوله پشتی و دوچرخه بچه‌ها رو می‌بینید، اما خبری از خودشون نیست. داخل غارم نمیتونید برید چون که به خاطر بارون ورودی غار رو آب گرفته. و از همین لحظه در 23 جون 2018 در استان چانگای در تایلند یکی از بزرگترین عملیات‌های نجات شروع میشه. غار تاملانگ 4مین غار بزرگ کشور تایلند که طولش 10 کیلومتر و به عمق 220 متری زیر زمین هم میرسه. مثل هر غار دیگه این غارم خطرات خودشو داره، مثل راه رفتن توی تاریکی، ندیدن مسیر و احتمال گم شدن و اینجور چیزا. مسیر این غار اینجوریه که اولش یه ورودی بزرگ داره، بعد کم کم مسیر باریکتر میشه، رو به پایین میره، رو به بالا میره، بعد دوباره یه فضای بزرگ میشه، دوباره باریک میشه. بعد اینم بگم که به این فضاهای بزرگا توی مسیرهای غارها میگن اتاقک یا تالار. و یکی دیگه از خطرات اینه که توی این اتاقک‌ها معمولا احتمال گم شدن خیلی زیاده. اما اگه از همه این خطراتی که تا الان گفتم بگذریم، مهمترین خطر این غار خطر آب گرفتگی و سیله. این غار یه غار آهکیه و وقتی که بارون میاد از طریق کانالای آبی همه آبها به سمت این غار هدایت میشن و دلیل به وجود اومدن این غار هم همین بوده. همونطوری که میدونید توی تایلند خیلی بارون میاد، مخصوصا توی فصل بارونهای موسمی. فصل بارونهای موسمی از اواخر جون اوایل جولای شروع میشه تا سپتامبر اکتبر هم ادامه داره. موقعی که پسر وارد غار میشن خطر تو کمینشون بوده، چون که یک بارون معمولی هم میتونه تا ارتفاع 5 متر غار رو پر کنه. ولی خب موقعی که 12 تا بچه 11 تا 16 ساله به همراه مربی 25 ساله‌شون وارد غار شدن، فکر میکردن که هنوز فرصت برای بارون اومدن هست. ولی خب اشتباه میکردن. اینم بگم که این غار یکی از جاذبه‌های محلی این منطقه است و کلی رسم و رسوم حول محور این غار به وجود اومده. مثل همین نوشتن اسم روی دیوار غار توی روز تولد. اونا هم رفتن اسم نوشتن و یکم گشت و گذار کردن و متاسفانه از اون چیزی که باید یکم بیشتر پیش رفتن. به خودشون که اومدن دیدن وای آب بالا اومده. اولش سعی میکنن که به سمت دهانه غار برگردن، ولی خب دهانه غار سطحش پایین‌تر از جایی بوده که اینا قرار داشتن و همینجوری هم سطح آب داشته بالاتر می اومده و کم کم داشته به سرشون و از سرشون میگذشته. به خاطر همین اینا هی مجبور بودن به داخلتر غار برن تا بتونن یه سطحی پیدا کنن که بالاتر از آب باشه. بالاخره یه جایی رو پیدا میکنن که حالت تاقچه لبه مانند بوده که 37 متر ارتفاعش بالاتر از دهانه غار بوده و بعدش هم بنبست بوده. توی این مرحله جاشون امن بود، ولی خب گیر افتاده بودن و مجبور بودن توی تاریکی صبر کنن تا بلکه سطح آب بیاد پایین بتونن برگردن. ساعت‌ها میگذره ولی خب سطح آب پایین نمیاد و کم کم گرسنه‌شون میشه. پس خوراکی‌های کوچولویی که همراهشون بوده رو شروع میکنن تقسیم کردن. حتی یه نقطه‌ای رو برای خودشون انتخاب کرده بودن که اونجا دستشویی بکنن. یک روز کامل میگذره. مربی بهشون میگه که واسه هم قصه تعریف کنن، با هم دیگه شعر بخونن و حتی مدیتیشن کنن. و اینم بگم که این مربی که همراهشون بوده قبلا راهب بوده. در کل سعی میکنن که روحیه‌شون رو حفظ کنن، اما خب کم کم نگرانشون داشت بیشتر میشد، چون که نمیدونستن که اصلا کسی دنبالشون میگرده، اصلا کسی میدونه اونا اونجان.
خب البته که داشتن میگشتن. برگردیم به دم در غار. وقتی که پدر مادرها دوچرخه ها رو پیدا کردن و خیلی زود مقامات محلی خبردار شدن. از ارتش تایلند درخواست کمک میکنن و اونها هم یک تیم از یگان ویژه نیروی دریایی تایلند رو برای کمک به پیدا کردن پسرها براشون میفرستن. اول سعی میکنن برن دنبال یه راه دیگه بگردن واسه ورود به غار، از کوهی، ورودی دیگه چیزی. ولی خب آخرش هم به این نتیجه میرسن که غواصای نیروی دریایی باید از همین در ورودی اصلی غار وارد بشن. اوضاع اصلا خوب نبود. از طرفی جریان‌های شدید آب وجود داشت که میتونست ماسک غواصا رو برداره یا حتی باعث گم شدن اونا بشه که البته باعث هم شد و 2-3 تا از غواصا گم شدن برای مدت حدوداً 1 روز و بعدم که پیدا شدن به خاطر کمبود شدید اکسیژن به بیمارستان منتقل شدن. مشکل بزرگتر این بود که درست بود این غواص‌ها خیلی خوب و بهترین ها بودن، اما نه توی چنین آب‌هایی. اونا غواص‌های آب‌های باز بودن، نه آب‌های غارنوردی. غواصی غار تخصص خاص خودش رو میخواد، چون مسیرهای تنگ و تاریک وجود داره و اگه مشکلی پیش بیاد راهی برای روی سطح اومدن نیست، چون سطحی وجود نداره. آب توی غار به شدت گلالود بود و سطح دید رو به شدت کاهش داده بود و به خاطر همینم پیدا کردن مسیر به وسیله حس لامسه بود و در اومدن از غار هم فقط به وسیله سیم‌های راهنما امکان پذیر بود. این غواصای آموزش دیده باید قبل از هر چیزی با مسئله روانی این عملیات کنار می اومدن، چون هرچند شناگرها و غواصای حرفه‌ای بودن، اما یک حرکت کوچیک میتونست به قیمت جونشون تموم بشه و احتمال پنیک هم خیلی خیلی زیاد بود و پنیک کردن توی غواصی به معنی مرگ. از شانس خوب بچه‌ها یه سری غواص غارنورد متخصص هم بودن که از قضا همون دور و برم زندگی میکردن. یکی از اونها یک دکتر بریتانیایی بود به اسم ورنان آنسورث، اگر که اسمش رو درست بگم انشالله، که از قضا با این غار هم خیلی خوب آشنایی داشت و توی رسم مسیر غار بسیار کمک کننده بود. وقتی که دید تیم غواصایی که از قبل الزام شده بودن مستلزم، وقتی که دید اون غواصهای قبلی ناشی هستن توی غارنوردی، به اون غواصهای غارنوردی که میشناخت خبر داد و اونها هم برای کمک اومدن. در همین حال تیم نجات سعی کرده بودن با پمپای آب داخل غار رو یکم کم کنن تا از اون شدت جریان آب کم بشه. این کار باعث شد که غواصا بتونن وارد غار بشن و چون سطح آب اومده بود پایین، چون اتاقک ها یه مقدار سطح به وجود اومده بود که میتونستن یه حالت کمپ مانند درست کنن که بقیه تیم بتونن براشون اکسیژن و تجهیزات و اینا رو تامین کنن. به صورت شیفتی غواصا میرفتن و مسیر رو میگشتن و اینو در نظر داشته باشید که مسیر گلالود، آب گلالود و تقریبا دید 0 و اونا حتی نمیدونستن که پسرها زندن یا نه. داخل غار پسرها 10مین روزشون رو داشتن میگذروندن و توی این مدت تقریبا 1 هفته میشد که غذا نخورده بودن و برای رفع تشنگی هم دیوارای غار رو لیس میزدن به خاطر اینکه آب زیر پاشون گلی بود. توی این 10 روز سعی کرده بودن یک مسیر برای خودشون بکنن که حدود 5 متر هم پیش رفته بودن، ولی خب آخرش هم فهمیدن بی نتیجه است. هیچ راه فراری نبود تا اینکه یک نور از زیر آب بهشون نزدیک و نزدیکتر شد. How many of you? 13. Brilliant. مقامات تایلند اعلام میکنن برادران جوانمون پیدا شدن. اخبار تمام دنیا اعلام میکنن 12 پسر و مربی اونها پیدا شدن. همه خوشحال شده بودن، اما خب این خوشحالی طول زیادی نداشت، چون که پسرها توی عمق 4 کیلومتری غار بودن. مسیری که هر رفتش 4-5 ساعت طول میکشید و شامل مسیرهای باریکی بود که گاهی اوقات غواصا واسه رد شدن از اونا مجبور بودن تانکای اکسیژنشون رو باز بکنن که بتونن از اونجا رد بشن. خیلی زود فهمیدن خارج کردن این بچه‌ها کار خیلی سختیه. 3 تا گزینه داشتن.
یا از بالا توی کوه سوراخ کنن تا برسن به جایی که بچه‌ها بودن که خطر و ریسکش خیلی زیاد بود. یا بیان به بچه‌ها آموزش فشرده غواصی بدن که خب اینم نمیشد چون غواص حرفه‌ای هم نتونستن از پسش بر بیان و اینم در نظر بگیرید که این بچه‌ها تقریبا 10 روز بوده غذا نخوردن و احتمال پنیک زیر آبشون به شدت بالا بوده. یا بیان همینجوری بچه‌ها رو همینجا که اصلا نگه دارن بهشون غذای پرکالری و اینجور چیزا برسونن و امیدوار باشن که یا سطح آب بیاد پایین یا فصل بارندگی تمام بشه که سطح آب همینجا داشته میومده بالاتر. نمیتونستن واقعا 5 ماه بچه‌ها رو اونجا نگه دارن، ولی حالا اگه میگیم غذا رو میرسوندن همه چی اوکی بود 5 ماه هم اونجا میتونستن نگهشون دارن، مهمترین نکته‌ای که نمیتونستن کاریش بکنن افت اکسیژن بود، چون همین جوریش هم توی اون اتاقکی که بچه‌ها بودن سطح اکسیژن زیر 15% رسیده بود و اصلا میگیم این قضیه اکسیژن هم که حل بشه هر بار رفت و برگشت غواصا یک ریسک برای جونشون بود که متاسفانه در 6 جولای یکی از غواصهای نیروی دریایی به خاطر کمبود اکسیژن جون خودش رو از دست میده. تنها راه بیرون آوردنشون بود. ولی چطوری؟ یک پزشک بیهوشی پیشنهاد میده که بچه‌ها رو بیهوش کنن و بعد اونجوری بیهوش بیارنشون بیرون. مسئله این بودش که اثر داروی بیهوشی و تانک اکسیژن تا قبل از رسیدن به دهنه غار تموم میشدن. پس بعد بین راه بهشون دوباره دارو میدادن و همجور تانکشون رو عوض میکردن. ریسک بالا بود ولی خب هر روزی که میگذشت هم خطرات بیشتر و بیشتر میشدن. پس باید بالاخره دست به کار میشدن. یک تیم آمریکایی وسایل مورد نیاز رو تامین کرد و ماسکای مخصوص رو روی بچه‌های محلی تست کردن. اما روی صورت یکی از بچه‌ها یه مقدار بزرگ بود چون که همه ماسک‌ها سایز بزرگسال بودن. برای اون بچه کوچیک‌ترم تونستن با سفت کردن و اضافه کردن چند تا بند یه جوری حلش کنن و ماسک اندازه صورتش بشه. قضیه ماسک و اکسیژن و اینا که حل شده بود. بعد به این فکر می‌کردن که بعد از بیهوشی چه شکلی اینا رو بیارن بیرون. پس قرار شد که بعد از اینکه بیهوش شدن دست و پاشون رو ببندن که ول نباشه در و دیوار غار بخوره آسیب ببینن. بعدم توی حالت پلاستیک مخصوصی بذارنشون که هم توی آب شناور باشن هم اینکه بیشتر آسیب نبینن. توی مسیرم یه جاهایی بود که خشک بود و باید راه میرفتن و اینا رو میبردن. خب نمیشد و سخت بود و خطرش زیاد بود. به خاطر همینم یه حالت زیپلاین مانند درست کرده بودن که اینا رو اونجوری حمل کنن تا بخش بعدی آب. در 8 جولای تصمیم گرفته شد که بچه‌ها باید بیان بیرون و کارهای نهایی انجام شد. و یکی از آخرین کارها این بودش که تیم نجات از طرف دولت مسئولیت گرفتن که اگر کارها درست پیش نرفت مقصر اینها نباشن. تصمیم این که کی اول از غار بره بیرون و خود بچه‌ها گرفتن و اینجوری تصمیم گرفتن که هر کی که خونش دورتره اون زودتر بره بیرون. حالا دلیلشون خیلی جالبه. اینا فکر می‌کردن موقعی که از غار خارج بشن قرار با دوچرخه برگردن خونه. پس اونی که دورتر خونش اول بره که به بقیه هم خبر بده که خانواده‌هاشون خونه باشن و حالا تا اینا میرسن یه غذای چیزی درست بکنن. در واقع غواصا اصلا به این بچه‌ها نگفته بودن که چه عملیات بزرگیه و احتمالاً به خاطر اینکه این بچه‌ها رو آروم نگه دارن. و بچه‌ها فکر می‌کردن که وقتی از اینجا برن بیرون باید با دوچرخه برگردن خونهشون و فکر می‌کردن این غواصا خیلی شانسی اینا رو پیدا کردن. نمی‌دونستن که 10,000 نفر دارن برای نجات اینا تلاش می‌کنن. بالاخره در 8 جولای بعد از 17 روز 4 تا از پسرها از غار خارج شدن. بعد از 3 روز عملیات بیوقفه در تاریخ 10 جولای هر 13 نفر از غار خارج شدن و متاسفانه همونطور که قبلتر گفتم یکی از غواصهای ارتش به اسم سام کونان جون خودش رو توی عملیات از دست میده. امروزه یک مجسمه یادبود از اون دم ورودی غار قرار گرفته و همینطور یک موزه برای یادبود تمام نجات دهنده ها من جمله یک غواص ارتش دیگه که اون هم متاسفانه 1 سال بعد از عملیات نجات به خاطر عفونت خونی که توی این
عملیات گرفته بود جون خودش رو از دست میده. بعد از همه این اتفاقا از خانواده ها توقع میرفت که از اون مربی که همراه بچه ها بود شکایت کنن، ولی خب خانواده ها ممنون هم بودن از اون مربی، چون که 10 روز تمام از بچه هاشون مراقبت کرده بود و اونها رو زنده نگه داشته بود تا کمک برسه. نیروی دریایی تایلند برنامه غواصی در غار رو هم به آموزش هاشون اضافه کردن تا توی موقعیت‌های مشابه باز دوباره دچار مشکل نشن. از اون موقع تا حالا اکثر بچه‌ها مدرسه‌شون رو تموم کردن و به زندگی عادیشون ادامه میدن. البته به غیر از یکیشون که متاسفانه توی سن 17 سالگی در 17 فوریه 2023 توی خوابگاهش توی انگلستان با ضربه‌ای که به سرش خورده بوده پیدا شده. اما گزارش‌ها حاکی بر اونن که متاسفانه خودکشی کرده بود. ممنون که با من همراه بودید. منتظر نظراتتون هستم. لایکتون نره و تا ویدیوی بعدی خداحافظ. هرچی ما میریم بیشتر و بیشتر، من دوستت دارم پیشتر و پیشتر.